چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. حلقه گردی من زنید ای پیکران آب و گیل، آتش در سینه دارم از نیاگان شما. محمد اقبال لاهوری. حضرت اقبال که این یک غزل پره است، در اینجا خطاب به جوانان عجم، خطاب به جوانان فارس میگویند ای جوانان، چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، این جان من مثل یک چراغ برای شما می درخشد تا اینکه چیکار کند؟ شما را روشنی دهد و راه خود را پیدا کنید. چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما، این جان من فدای جان شما، برای شما هست. حلقه گردی من زنید ای پیکران آب و گل. اقبال میگویند که بیایید گردی من حلقه زنید، چنگ زنید به این آثار من. برای چی؟ آتش در سینه دارم از نیاگان شما. چون من هر چی که دارم از نیاگان شما دارم، از بزرگان شما دارم، از حافظ و سعدی و مولانا و بیدل و امثال اینها، رودکی و فردوسی دارم. شما حلقه گردی من زنید ای پیکران آب و گل. آن وقت شما وقتی که به من چنگ زدید، چون که من هر چی که دارم از نیاگانتان دارم، راه سعادت را پیدا خواهید کرد. به این خاطر ما هم دوستان به قول حضرت اقبال میخواهیم از این بزرگان، از نیاگان بزرگمان که مثل خورشید میدرخشند، با این برنامه ها بهر شما عزیزان نکته های گفته باشیم تا توانیم با کمک همدیگر راه سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت را پیدا سازیم. به امیدی پیدا سازی این راه حقیقت.